چته؟ نکنه گل گم کرده داری؟ امروز ندیدمش. وقتی کسی رو زیاد دوست داری زیاد مزاحمش نشو. آدما وقتی ببینن براشون همیشه وقت داری نادیدت میگیرن. فقط خواستم احترام بذارم. تو هر چقدر به یکی احترام بذاری در آخر اون به اندازه فهمش با تو رفتار میکنه. شاید عوض شد. آدما به مرور عوض نمیشن، مشخص میشه. این آدمای 70 ساله حرف میزنی و ما کم سن و سال ترین سالمندان تاریخ. من بهش فکر نمی کنم. حرف مفته، فقط کافیه شب بشه. دلم گرفته. همیشه دلت از کسایی میگیره که برای خوشحالیشون همه کار کردی. یعنی عاشق شدم؟ چیزی که داره نابودت میکنه اسمشو عشق نزن. عشق اونیه که حالتو خوب کنه. باش حرف بزنم؟ حرف زدن فایده ای نداره. این جماعت هر کاری کنی نمیفهمه. اشکم داره در میاد. غم واقعی گریتو در نمیاره، ساکتت